هم معاشی که حاضر هست در دوام که 10-15 سال خونه گرفتم تو که وابسته به معاش در کجا کار میکنی چه خیلی کار میکنی چقدر معاش میگیری خیلی معاش خیلی میشه با میری که کجا کار میکنی میشه خیلی هر خیلی ده وابسته به کار و برو معاش نه خونه خریدن نمیتونیم معاش کنیم 1000 سومون کتی چه خونه میخوایی 50-60 هزار دلار میلیون نیست من کتی چه نه زندگی کردم همونجا چی من خونه خیلی مالی هم زندگی کردم چی کردم اوه بایکان نمیشتم خلاص گفته باید بسیار سوال کی من جواب دادم باید اگه هیچ کنده بایکان نمیکنم Там ее не в состоянии купить ее. امکانات خونه خریدن نیست اگر صوف نخری و جمعش کنیم چند صوف من دوامی 4 سال خونه خریدم با معاش خودم. بابا شف فراموش کردم که یا سوم هستن خودش شده من 20 سال شد سوم نگرفتم در کجا کار هیچ جا کار نمیکنم پنسیونر بیکار اما یکون شباش بشه و اگر کار میکنی خیلی حکومت کار کردن اگه 200 سوم چی میشه خیلی یا که 400 سوم با معاش میگرفتم دیگه سوال چون از سوال شبقه وارده آموزگار هستم آموزگاری فنی زبان و ادبیات و یک ماه معاشی که من میگیرم یک ماه معاش قریب 1000 سوم و با همه تمام شرایط زندگی رو خودت میدونی برای همین با عقیده ما یک 5 ساله با فکر 5 سال 6 سال بعد من صبح یک خونه گشته میتونم خونه خریدن نمیتونم با این معاش نمیشه شاید 400-500 تومان میشه خونه خریده با فکرم نامده با معاش گرفته با فکر میگم وقت خونه گرفتن نمیتونم حساب نکردم من خیلی ناز میدونم که همین نرخ‌های حاضر خطی با معاش گرفته تو آخر اون کار میکنی خونه گرفتن نمیتونی 1000 تومان زندگی به 1000 تومان نمیگذره خونه کجا میگیری بعد با معاش حاضره اگر فکر کرده حساب کرده برو ممکن که مدتی 15-20 سال با خونه خرید مثلا معاش حاضر معاش میونه خودش 600 سومونیه اگر که بالا معاش کنن 1500 سومون مثلا با این معاش فکر کنی یک روز یک خونه خودش نه کمتر 30-40 هزار دلار مثلا خونه که دارم فکرشم نکردم هیچ سال 10 سال 20 سال نه چیزای حساب کنن برای با معاش میگیرتگی خانه گرفته نمیشه همه زندگی به یه لیلی دست خود بشه با معاش خونه گرفته نمیشه یگان سال ده اما معاش میگیری بخریشه تمام اولی که معاینه من 1000 سومان اگر از همین 1000 سومان اما خوجگی هم برای خریدن چیزهای روزگار نمیرسن اگر خانه گویم من خانه هم فکر نمیکنم اگر حساب کنی 100 سال یا 150 سال من با این معاش خانه خریدن نمیشه نه تماما نمیشه گرفته با این معاش با هم خوردن بازور میرسونه